اینقدر چت نکن، ضد ما صحبت نکن، توی گروه فتنه رفیقاتو اد نکن. این روزا دنبه ولایت تو تله مجازی گیره، آبروی ما خونداد تو تلگرام داره میره، عضو در حسرت فیلتر تا سحر خوابش نمیره. من از اون روزی میترسم که از این قصه بمیره، ولی شنیدم تازگی یه چاره‌ای پیدا شده، پیام رسون داخلی دوای درد ما شده، دوای درد ما شده. آخ بابا چت نکن، ضد ما صحبت نکن، توی گروه فتنه رفیقاتو اد نکن. آخ اینقدر چت نکن، ضد ما صحبت نکن، توی گروه فتنه رفیقاتو اد نکن. منم اون آخونده خسته که به ته جاده رسیده، توی این اوضاع کوفتی میخوره همش کشیده. این روزا درد تلگرام شده عین زهر برجام، چه با فیلتر چه بی فیلتر میخوره عبای ماجه. ولی شنیدم تازگی یه چاره‌ای پیدا شده، پیام رسون داخلی دوای درد ما شده، دوای درد ما شده. آخ بابا چت نکن، ضد ما صحبت نکن، توی گروه فتنه رفیقاتو اد نکن. آخ اینقدر چت نکن، ضد ما صحبت نکن، توی گروه فتنه رفیقاتو اد نکن.